ژورنالیست و کتابدار توجیک عبدالقادر طلبکوف روز 29 ایول سال 2023 با نشر یک ویدیو در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که تلاش‌های چندین ماهش برای به آریانمهر زردشت عوض کردن نام مناسبش به نتیجه انجام یافت و حتی وزیر عدلیه تاجیکستان مظفر اشوریان این درخواست او را رد کرده است. عبدالقادر طلبکوف در اولای سال 2023 از گراییدنش به دین زردشت و عزمش برای تأسیس جمعیت پیروان دین زردشتی در تاجیکستان خبر داد. وقتی که برخی کاربران مذمتش کردند که پس چرا نام مناسب مسلمانی عربی را حفظ کرده است، او اعلام کرد که نام مناسبش را به آریانمهر زردشت عوض میکند و تلاش خواهد کرد که همه سندهایش را هم رسمی به این نام مناسب گرداند. اما در وزارت عدلیه به عبدالقادر طلبکوف از لحاظ قانونی غیر ممکن بودن چنین شیوه تغییر نام مناسب را فهماندند و پیشنهاد کردند که از آریانمهر زردشت باعث تخلص ایجادی استفاده کند. عبدالقادر طلبکوف بعد بیرون آمدنش از قبول مظفر اشوریان گفت اینک آخرین امید ما هم برباد رفت. نوکک از قبول وزیر عدلیه برآمدم. واقعا جناب وزیر حق است، قانون کسی را استثنا نمی کند. اصلا هدف من چه بود؟ پورا دیگر کردن نام مناسبم به نام مناسب آریایی. شاید این اولین حادثه بود که من تبدیل دین کردم و میخوام تبدیل نام کنم. شاید از این به بعد در قانون تغییرات وارد کرده شود که مثلا اگر شخصی بخواهد که از نام مناسب ریشه هایش پورا عربی به نام مناسب آریایی بگذرد، شاید قانون به این اجازت بگیرد. به هر صورت در حالت من این کار نشد و به بحث و صحبت و واخوری، حتی بحث و صحبت های شدید در همه زینه های این وزارت عاقبت نقطه گذاشته شد. یعنی من نمیتوانم نام مناسبم را آریانمهر زردشت کنم. فقط توصیه متخصصان این بود که من میتوانم تخلص آریانمهر زردشتی بگیرم. عبدالقادر طلبکوف در پایان صحبتش از پارلمان تاجیکستان خواسته است که تا در قانون نام مناسب تجدید نظر کنند. عبدالقادر طلبکوف که با تخلص عبدالقادر عبدالقهار نام برآورده است، 49 سال داشته، زاده نویه فرخار و ختم کرده رشته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی تاجیکستان است. او سالهای زیاد در ساحه‌های رادیو و تلویزیون تاجیکستان کار کرده. چندین سال مدیر رادیوی تاجیکستان و مدیر تلویزیون پایتخت حال دوشنبه بود. 7 سال آخر او در مقام مدیر کتابخانه شهری به نام لاهوتی کار میکرد و تازه ماه مارس سال 2023 از این مقام رفت. در سالهای بدرقه شدنش به کتابخانه شهری، عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی در مسائل داغ تاجیکستان اظهار نظر میکرد، ولی نظرهایش درباره مسائل دینی به واکنش تند پیروان دین اسلام روبرو شد. اختلاف نظر بین او و دینداران بعد شدت گرفت که ماه ینور سال 2023 عبدالقادر طلبکوف در پی درگذشت آدینه شاهی، یکی از آخرین پیروان دین زردشت، از نوع شمس‌الدین شاهین به سر قبر او رفته آنجا اعلام کرد که به دین زردشتی میگراید و جمعیت زردشت‌های تاجیکستان را برقرار میکند. او همچنین خبر داده بود که به اداره زاکس جهت از عبدالقادر طلبکوف به آریانمهر زردشت عوض کردن نام مناسبش مراجعت کرده است.